یه ترفند ساده میخوام به فنیای پیجمون یاد بدم که با آب و نمک بیان دستگاه جوش درست کنن برای خودشون، کار جوشکاری رو بدون هزینه اینی که به دستگاه جوش بخرن به راحتی انجام بدن. 2 تا بطری برمیداریم، بعدش میایم ثابتش میکنیم روی حالا تخته یا یه چوبی یا یه فلزی. 2 تا بطری آمون رو میایم 2 تا سوراخ میزنیم و 2 تا پایه برای اتصال به آب نمکمون روش قرار میدیم. بعد که این کارو کردیم میزانی بهش آب اضافه میکنیم. بعد که آب بهش اضافه کردیم ریختیم توی بطریامون، بهش تقریبا 2-3 قاشق نمک اضافه میکنیم برای رسانا بودن آب نمک. بعد میایم یه 2 شاخه که اون سر سیمش لخته میایم یکیشو میبندیم به یکی از بطریا، اون یکی هم باز میبندیم به یکی دیگه از بطریامون. بعد میایم وسایل گیره جوشکاریمونو یکیشو باز میزنیم به یکی از بطریا، اون یکی رو هم باز میزنیم به اون یکی بطری. بعد که این کارو کردیم سفتشون میکنیم و محکم مطمئن شدیم رعایت نکات ایمنی رو انجام میدیم. شما الان با زدن این سیستم به برق یه دستگاه جوش حرفه‌ای دارین. خیلی راحت میتونید دستگاه جوشتون رو انجام بدین و کارتون انجام شه. تمام شده رفت.